بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب ترمذی 1032 می باشد. جابر بن عبدالله رضی الله عنه میگویند که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند، میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستحل صارخا حتى يستحل. جابر بن عبدالله میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کودکی که به او نماز خوانده نمی شود یا که میراث نمی گیرد یا دیگرها از او میراث نمی برند، همان کودکی می باشد که وقتی که به دنیا می آید تولد می شود، در حالی که یگان گریه نکند، همچون میت از بطن مادرش بیرون آید، بر این کودک نماز خوانده نمی شود، او را شستشو و تکفین شستشو کرده نمی شود، او را میگویند در مکان طاهر پاک گورانیده می شود. این در نزد تمامی جمهوری علما می باشد، اما در نزد امام احمد ابن حنبل میگویند که احوط بهتر است که او را شستشو بکنند، کفن بکنند، به او نماز بخوانند. این در مذهب امام احمد ابن حنبل می باشد. وقتی که کودک از بطن مادرش گریه کنان، یعنی یستحیل میگویند، یعنی سر و صدا کند، او یعنی او در پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند به او نماز جنازه خوانده می شود. کودکی که میت از بطن مادرش بیرون می آید، او هم میراث می گیرد، همچنان او را حیاتش، یعنی او زنده بود سپس وفات کرد. آن نصیبی که از خویشاوندانش، از نزدیکانش، وقتی که پدرش بود، پدرش وفات کرد، او میراث میبرد. وقتی که و این چنین وقتی که از این دنیا رفت، مثلا 1 ساعت ایستاد، وقتی که یک مادر تولد کرد، او کودک زنده بود در حیات، بعد 1 ساعتش وفات کرد. او زمانی که 1 ساعت زنده بود میراث میبرد و این چنین وقتی که وفات کرد از او میراث میبرند، نصیبش را میگیرند و این نصیبش را بعد وفاتش به خویشاوندانش، به صاحبانی که به او نزدیک هستند، به او تقسیم میکنند. این بود شرح مختصری حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.